میدان هوایی برادرها میگم وضعیت میدان هوایی خرابه. این پولیس ها توسط کردیم فیرو مردم میخوایم برم داخل میدان. تیارا آمده که میرم به طرف چیز میرم زده خورد بالا مردم پولیس ها که نبگذارم مردم داخل میدان هوایی بره به خاطر ازی که تیارا آمده میره. تیارا امریکا میره، کانادا میره، بچم کجا و دیگه تیارا میگم خیلی نشه از داخل میدان هوایی هم برای ازی مردم راپور آمده که هر چیزی تر یا این صدای فیران هم که میشنویم جهت پراکنده مردم از دروازه میدان هوایی. از اونجا باز میزن برفتن مردم داخل شدن. خلاصه با فیرا با کمربند دوم نره. کمربند دوم هم از اینجا شروع شده. کمربند دوم هم شروع شده. میشه که کمربند دوم هم سعی کنیم مردم کمربند اول بشکست نه با کمربند دوم. کمربند دوم هم مقاومت با فیرای پراکنده که میخوایم برم آلمان برم دیگه نمیفهم از دست از اینکه آقای غنی فرار کرده و تیاره آمده و این مردم هم داخل شده هر کدوم به نوبت. شما برادر زن و مرد مشاهده میکنیم حرکت که برم به داخل این مردم میخوایم برم. این صدای نصف مردم داخل شدم به اثر فیرا. زن و مرد و پیر و جوان و همه. من خود دیگه کدام وظیفه ندارم. وظیفه گزارشگری گرفتم دیگه. میخوایم این حقایقی که این مردم ما بیچاره داره از ما مردم بدبخت‌تر بیچاره‌تر دیگه به کره دنیا پیدا نمیشه. و شما میبینید که این فیرای پراکنده دور شمی زن و مرد و پیر و جوان و همه اینا رو میبینید دیگه. میدان بین المللی حامد کرزی پولیس ها در صدد از این هم که مردم دور کنن و با چندین استقامت. این مردم از اینجا میخوایم برم. زن، مرد، جوان، پیر، طفل، کودک همه فامیلا با فامیلا خواهد. دروازه دیگه باز شد. بازار مردم دروازه همه باز شده. مردم میخوایم برم. این دروازه دیگه این داخل میدان. خواب گوش کنه برادر. این اروپا وحشته که فعلا به کابل موجوده. زن و مرد، پیر و جوان همگی. بالا بچم چیه؟ چی گفته؟ چی گفته؟ برادر این مردم کجا میرن؟ نه به جدی این میگه هر کس پرسان میکنم مردم کجا میرن؟ نیروهای امنیتی این مردم زن و مرد داخل شدن دیگه نمیفهمم. این داخل میدان هوایی بین المللی حامد کرزی دیگه. جان سپاس از حکومت فعلی
ما مردم قدر بدبختیم، آواره که یک لحظه با وطن خود نمیخواهیم زندگی کنیم. من نمیفهم که ابی رفتن به چون زر فایده داره. بستم برم اصلا نمیفهمم. فیر و فیر علیکم. من خوشوایی نمیرم، فقط میخوایم درد همین مردم بیان کنم که این مردم قدر درد دارن. شما نگاه کنید، طفل، خرد، بزرگسال، زن، مرد، دختر، جوان، پیر، شما یک دفعه خوب نگاه کنید. اینا تیارا میگم آمده که اینا رو ببره امریکا و کانادا. تیارا هلیکوپتر هم با بالا چراغ میده که نه من بالا میخواه بالا از اینا شلیک کنه، به قول ایرانی ها بالا از اینا انداخت کنه که اینا هیچ هم ندارم دست از خود. چی شد اگالی؟ ها؟ چی گپ شد؟ بره خونه. چرا میره؟ این مردم هم من دور میخورم، نصف اینا میرم، نصف اینا بیایم. تیاره هلیکوپتر هم از بالا دیساین کرده. این مردم هم میخوایم برم خارج. گوش کنیم شما، یه همی فعلا همی لحظه داخل میدان هوایی حامد کرزی، زن و مرد، طفل و جوان، خود ساعت را هم شما مشاهده کنید. یک تعداد زن و مرد. من خب برادر پس در خوردم، نمیفهم بالا از این ملت بیچاره 5 یا 10 دقیقه بعد چی اتفاقایی میفته. اما همه قدر میگم وای با ما مردم، وای با ما ملت، از ما بیچاره تر، در بدرتر، فقیرتر دیگه فکر نکنم. دیگه رو هم رفته. خداوند با حال ما ملت رحم کنه. دیگه این دروازه میدون باز شده که برمنده همه شکسته شده. شما خوب سعی کنه، طفل، خورد، زن، بزرگ. یه حکومتیه که مردم از دست از این حکومت میخوایم فرار کنن، میخوایم تیارایی که حالا آمده اینا بخوایم بره. شما خوب نگاه کنه. این برادر هم میخوایم برم خارج برم. تیاره آمده که اینا کانادا میبره، امریکا میبره. شما خوب نگاه کنه. زن و مرد والله اگه خو دیشته باشن، خو اصلا وجود نداره. حکومت خوب وجود نداره، حکومت خوب افروختم دیگه. به هر حال این برادران میدونم که پرواز نمونه، پرواز هم وجود نداره. نیروی امنیتی هم نتونیست مانع پرواز شن، مانع همی مردم شم که از کمربند داخل نشن. به این موقع شد دیگه چیزی برای گفتن ندارم برادرها. فقط همی قدر میخوایم اگر خدام که خدای است و اگر خدای هم وجود داره با آل از این ملت رحم کنه. من فقط همی قدر میخوایم اگر همی کسایی که در رأس ریاست از این حکومت قرار دارم، سیاسیون نمیگم، اگر اینا همچون کار نکنن، همچون
مشکلات ایجاد نکنن. این زن و مرد، این طفل و جوان، این افغان به کجا بدون از اینکه پاسپورت حتی تذکره ندارن اینا داخل میدان هوایی شدن که میخوایم برن به خارج از کشور. دیگه بیشتر از این چیزی نمیگم، فقط همه قدر میگم که خدا اگر خدای باشه روز از این سیاسیون همه حساب خور میگیره. حساب خودخور نه بلکه حساب همی بندگانه که از بس بیکاری، فقر، بیچارگی و حال هم که ظلم و وحشت و اینا به سر از اینا متحمل شده. اگر جناب حیدریان سے باور میدیشنم، خب دارم که خدای هست، اما تا بکی دیگه ما باز از صفر ما بیامدیم 20 سال که حکومت دیدیم هیچی، پس بیامدیم به صفر، بیامدیم هیچی. ساختار حکومت ما ایجاد کردن، پس خود این از بین بردن به خاطر که چوکی، نه به خاطر